طبق حسابات در روی زمین در یک دقیقه تقریبا 10 میلیون سیگار آدمان میخرند. در یک ساعت 600 میلیون، در یک شبانه روز قریب 15 میلیارد. یک بار فکر کنید که چقدر دود، چقدر ضرر، چقدر موسر، چقدر خانه و جنگل های کلان میسوزد از خود یک تماکو که این به همه ضرر خودش را میرساند. چی آدمی که میکشد، چی نمیکشد. خود تماکو یکی از محصولات های بسیار خریدترین در روی زمین است که خطای در 3 سال تماکو پیشرفت است. دود تماکو تقریبا 4000 پیوستگی های شیمیایی را در بر میگیرد. از جمله 70 تای آن حتی هنگام تماکو نکشیدن از دودی که آدمان دیگر میکشند تاثیر آن به شما هم باعث آوردن به بیماری سرطان میگردد. هر سال تقریبا 600,000 آدمانی که تماکو نمیکشند از خود دود نفس کشیدگیشان از دنیا میگذرند که 22% ممکن است که از آدمی که در نزد شما تماکو میکشد به شما تاثیرش را رساند و تماکو میتواند حیات سالم ما را 10 12 15 سال کم کند. طبق حسابات عصر 20 100 میلیون آدم از روی تماکو کشیشان از دنیا گذشتند و اگر ما زمان حاضره را حساب کنیم هر سال 8 میلیون آدم از تماکو میفافتد و در یک عصر 800 میلیون نفر میشود که از عصر 20 8 مرتبه زیاد شده است که به حسابات واز 25% سیگارهای بازار قلبکی یعنی پادلکا است که سیگار اساسش این قدر تاثیر ویران رساند. پادلکاش نامعلوم چی قدر تاثیر میرساند. سیگار از یک جهان ماده دیگر تیار می شود. سیگار تاثیرش را بر راه‌های نفس‌کشی، شش، خاطره، راه‌های خونگرد، ویرانشوی حالت معتدل معده، ملکشوی در دندانان، پیرشوی پوست، روی زدن هر نمود داغ‌ها، ناخن‌ها و انگشتان زرد مانند، اینفارکت، دلزنک، اینسولت، عضوهای تناسلی مرد و زن که به بی‌قوتی و بی‌نسلی می‌آورد. پیش از وقت تولدکنی، کموزنی، پسشوی ایمونیتت، پسیخیکا، وابستگی از یگان چیز، کوتاه‌شوی حیات، کسلی رگ در 12 عضو، بوی بد از دهان و لباسان. هنگامی که زن حامله‌دار است قطعاً من است که خودش و دیگر آدمان در نزدش تماکو کشند. تماکو میتواند تاثیرش را به کودک در بطن مادر رساند و میتواند بروقت‌تر تولد کند، بچه پرتوید یا به مرگ در بطن آورده رساند. کودکان والدین سیگارکش بیشتر با سیندروم مرگ ناگهانی طفل، بیماری‌های راه نفس، انکشاف نیافتن کودک و دیگر مشکلات سلامتی دچار شوند. برای همین بهتر است که پرتوید. حاضرم هم وقت است. شما هم به خودتان ضرر میرسونید، هم به آدمان گرد و اطراف و نسل آینده خود. از خود حاضر سر کرده به شناسایتان گویید که یاردم کند. با آدمان بسیار همصحبت کنید که در فکرتان نزند. کارهای جسمانی را زیاد کنید. آدمانی که سیگار میکشند از آنها دوری جویید. از خانه‌تان همه قوطی‌های سیگار و چیزهایی که به سیگار نزدیک می‌آورد پرتوید. اگر در اول قین هم باشد به مثل ریجه کنید. اگر در یک ساعت شما یک بار میکشیدید، شما در 2 ساعت یک بار، بعد 2 ساعت 30 دقیقه، بعد 3 ساعت، بعد هاکذا که اگر دوزه‌های سیگارهای بلند کشیده باشید سیگارهای دوزه پستر کشید. در اول شب‌های دراز در تلفن نشینید. نماز را خوانده بروقتر خواب کنید و بسیارتر میوه و سبزیجات استعمال کنید. بعد ان شاء الله در مدت‌های وقت شما سیگارکشی را هم میپرتید. سلامتیتان خوب میشود و آینده خود را درخشان میکنید.